صبح امروز در طلوع مشورتی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده با اشتراک رئیس شهر محترم سیجاویدین سلامزاده مجلس دایر شد. در این جمع آمد رئیسان جماعت‌ها، دهه‌ها و محله‌های شهر اشتراک نمودند. در کار مجلس یک قطار مسئله‌ها از قبیل آمادگی‌ها به جشن نوروز بین‌المللی، کارهای آبادانی در محله و دهه‌های شهر، نصب نمودن شعار و آویزه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نوروز نشانه عالی خوبی و پاکی، دوستی و همدلی و عید صفا و احیای طبیعت است. این عید بزرگ از دوره جمشید و کیومرث تا این زمان چندین مرحله‌های وزنین تاریخی را طی نموده از جنگ دشمنان و بدخواهان رها یافته تا به زمان امروزی ما رسیده است. باعث خوشبختی است که سالهای آخر جشن تاجیکان نوروز مقام بین‌المللی را کسب نمود و امروزها در یک قطار دولت‌های جهان معاصر با شکوه و شهامت خاصه جشن گرفته می‌شود. رئیس شهر ترسونزاده محترم سیجاویدین سلامزاده قید نمود که سال جاری نوروز بین‌المللی در شهر ترسونزاده جشن گرفته می‌شود. در رابطه با این از اهل تالار دعوت به عمل آورده شد که بهر هر چیز زودتر آباد و زیبا گردانیدن جماعت‌های دهات و محله‌های شهر سعی و کوشش نمایند. باید قید نمود که در فصل بهار بلندشوی سطح آبی دریاهای قرطاق و شیرکن در نظر است. وابسته به این مسئله با مسئولین جهت گذراندن کارهای فهماندهی میان ساکنان شهر ترسونزاده سپارش داده شد. از حاضر مردم نمیدونم چی کاری که داریتون برای حمایت خونه جان خود مال خود الکه آماده باشیم. ما انتظار نشود که ماه 10 می 10 ایون حال آنکه تهدید بلندشوی آب همه ساله از 25 اپریل سر می شود. 22 سر می شود تا ماه آخر ایون و ما حاضر گفته یکم منمی شخصان مسئول یکم کس گفته نمیتوند که در کجا بندشوی دریا می شود. در کجا یکم کس موقع تهدید کننده برای یکم کس نمیدوند. رهبر دستگاه رئیس شهر ترسونزاده احمدجان محمودوف عاید جریان کارهای آبادانی و نصب شعار و آویزه‌ها در دهات و محله‌های شهر نزد حاضرین سخنرانی نمود. سفید نمودنی درختانی که در خط سیر موجود هستند، اینچنین نصب شعار و آویزه‌ها در هر یک دهه‌ها دیده می شود. غیر از این بعضی دهه‌ها با تشبث خود مردم محل دهه برای منفعش نمودن راه ماشینگر، ساختن مؤسسه‌های تعلیمی، تالارهای ورزشی، بنگاه طبی، کتابخانه و اتاق کاری رئیس محله سهمگذاری نموده آمادگی دیده ایستادند و امروز مردم محل خصوصا دهه‌ها درست در نمودند که آبادی هر یک محل، آبادی هر یک دهه پیش از همه از خود ساکنان همین محل و دهه وابستگی کلان دارد. در فرجام مجلس 54 نفر رئیسان دهه و محله و کارمندان خواجگی منزلی و کمونالی با سپاسنامه رئیس شهر ترسونزاده قدردانی شدند. گزارش دلاور رشیدوف، ظفر حسنوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.